دوستان سلام و درود. جمعه یه روز نیمه ابری پا شدیم رفتیم مرکز شهر بندرعباس، بزرگترین رویداد صنعت ساختمان توی جنوب کشور که افراد سرشناسی از جمله مهندس سلیمانزاده، آقای دبیری، آقای نیما کیمیایی و بزرگان این حوزه تشریف آورده بودن بندرعباس و به کمک جناب فخری و خانه کیفیت ایرانیان این رویداد برگزار شد. ما هم که رفتیم و این رویداد رو از نزدیک ببینیم. رویداد خیلی خوبی بود، صحبت‌های خیلی خوب و جذابی شد، کلی چیزای جدید یاد گرفتیم. ما بین یه پذیرایی شدیم و مجدد دوباره اومدیم توی رویداد و نشستیم پای سخن بزرگان این حوزه و همینطور که در تصویر میبینید حسابی تقریبا 4-5 ساعت چیزای جدید یاد گرفتیم. در آخرم من با آقای کیمیایی یه مصاحبه ریز داشتم راجع به این که به املاکی ها و به دوستانی که دوست دارن تو حوزه مشاوره املاک خوب و قوی بشن یه توصیه انجام بده که اینو توی اینستاگرام آپلود کردیم، اینجا هم شورتشو گذاشتیم، حتما ببینید و دوست دارم نظرتون راجع به این رویداد به ما بگید.